دانشمند عزیزی همراه هستیم که در ایران زندگی کرده و خارج از ایران در حال حاضر هست. ایشون مترجم هست، نویسنده هست، محقق ادبی هست. خانم مریم رئیس‌دانا رو داریم که امروز افتخار حضور در برنامه امروز رو به ما دادن. سلام فرنگیز جان و سلام به تمام مردم ایران هر جای دنیا که هستن و تشکر و سپاس از شبکه PNG برای لطفی که به من داشتن و این فرصت رو به من دادن که در خدمت شما و بینندگان عزیز باشم. سپاسگزاریم مریم جان. اگر اجازه بدی من یه معرفی، البته میدونم خیلی از هموطنان ما در همه جا شما رو میشناسن، ولی مریم رئیس‌دانا در واقع لیسانس مترجمی زبان فرانسه رو داره و کارش رو با ترجمه نامه‌های صادق هدایت شروع کرده که بعدها در کتاب نامه‌های صادق هدایت هم منتشر شده. مریم با مراکز هنری و نشریات زیادی همکاری کرده، شاید گزیده از اونها مجله آدینه باشه، با مجله زنان همکاری داشته، روزنامه صبح امروز و شرکت کتاب و خیلی مراکز فرهنگی دیگه. علاوه بر اون کتاب‌هایی رو در زمینه صادق هدایت نوشته. باید اشاره کنیم به نوشته‌های فراموش شده صادق هدایت، ارزیابی آثار و آرای صادق هدایت و همچنین کتاب دیگه به عنوان صادق هدایت در بوته نقد و نظر. بعد از تهیه و گردآوری این کتاب‌ها مریم همچنان کار نگارش رو شروع کرد و ادامه داد، به شکل پاورقی داستان‌هایی با مضامین اجتماعی، مضامین سیاسی و حتی عاشقانه رو منتشر کرد که مجموعه‌ای از اونها در کتاب عبور در فروردین سال 1382 توسط انتشارات نگاه در 127 صفحه منتشر شد. مریم رئیس‌دانا همچنان پرکار کار ترجمه و تالیف رو ادامه میده. از کارهای اخیرش باید به ترجمه اشعار شاعر مردمی فرانسه ژاک پرور اشاره کنیم که خب یکی از ارزنده ترین کارهای مریم عزیز هست و مریم همچنین در سال 1382 برای نگارش داستان جزیره‌ای در دل تهران بزرگ برنده جایزه تندیس صادق هدایت میشه. مریم جان، زبان من قاصر هست از گفتن در مورد نامه‌های تو، نوشته‌های تو، صدها مقاله تألیف و ترجمه کردی و لطف داریم. خیلی توضیح و معرفی کامل و جامعی بود در مورد فعالیت فرهنگی من. بله، همینطور که گفتی من خیلی خیلی جوان‌تر از الان که بودم کار فرهنگیمو با ترجمه 2 از نامه‌های صادق هدایت شروع کردم که بعد وارد کتاب نامه‌های هدایت شد. تا امروز همچنان مشغول هستم. از زبان فرانسه به فارسی کار کردم در ابتدا. این روزها بیشتر مشغول کارهای دیگه هستم، ولی همچنان در همون چارچوب ادبیات، شعر، داستان و همینطور مقاله. بسیار عالی. حالا نامی از صادق هدایت آوردی و خب در تمام کارهات هم ما سایه صادق رو میبینیم. شاید این سوال برای ما پیش بیاد که چطور شد تصمیم گرفتی کار ترجمه رو با آثار صادق هدایت که به قول استاد زرشناس آینه تمام‌نمای جامعه بیمار مدرنیته ماست شروع کنی؟ راستش من تصمیم نگرفتم که با هدایت شروع کنم. در واقع فکر میکنم برای هر علاقه‌مند به ادبیات فارسی، برای هر کس که میخواد خوب بخونه، درست و دقیق مطالعه کنه و بعد به احتمال زیاد مثل من شروع به نوشتن بکنه، هدایت یک ستاره درخشانه. هدایت ستاره ادبیات معاصر ایرانه و ناگزیر خودش به سمت شما میاد. خودش اینقدر نورش زیاده که مخاطبش رو به سمت خودش میکشونه و به همین دلیله که بعد از گذر این همه سال پس از مرگش کماکان نسل‌های ایرانی، نسل‌های متفاوت کماکان دارن میخونن کاراشو. کتاباش به صورت شاید قاچاقی داره منتشر میشه، زیرزمینی منتشر میشه و کماکان مطلوب و محبوب جامعه مردمه. نه تنها جامعه مردم در ایران، بلکه تمام کسایی که به ادبیات فارسی در خارج از مرزهای ایران علاقه‌مند هستن، از جمله
فرانسوی‌ها که ید طولایی در این علاقه‌مندی به ادبیات و هنر ایران دارن. درسته و خب به هر حال جریان ساز موج نوعی هم در ادبیات ایران هست. دقیقاً. حالا گذشته از صادق هدایت شما در زمینه سینما کار ترجمه و تالیف جهانبینی استنلی کوبریک رو انجام دادی، در زمینه شعر سراغ ادبیات فرانسه رفتی. اصلا به عنوان یک مترجم اگر بخوایم این سوال رو از شما بپرسیم چطور تصمیم میگیری یک کتاب رو انتخاب کنی؟ من ترجمه هایی که کردم خیلی متنوع بوده. البته تنها کتابی که ترجمه کردم کتاب شاعر محبوب من ژاک پروره که از فرانسه به فارسی ترجمه کردم، حدود 82 تا شعر هست، ولی محدود به این شاعر نبوده. از همونطور که گفتی از کوبریک ترجمه کردم، از مارگریت دوراس ترجمه کردم و آخرین مقاله که فکر میکنم از فرانسه به فارسی ترجمه کردم مقاله بود در مورد سنگ صبور عتیق رحیمی که 4 سال پیش 2010 فکر کنم جایزه کنکور در فرانسه رو گرفت. تمام اینها یک وجه مشترک برای من داره. در تمام این آثار انسان و موقعیت انسان موضوع منه. مثلا در سنگ صبور عتیق رحیمی زن و ظلمی که در افغانستان به اون میشه مورد موضوع منه. در آثار ژاک پروره همینطور عشق، مضامینی مثل عشق، تنهایی انسان، افسردگیش، جنگ، صلح، تمام اینها موضوعات امروز ما هم هست. من به اینا چون خودم دلبسته هستم و چون موضوعی که در تمام روز بهشون فکر میکنم، خب طبعا ناخودآگاه و شایدم خودآگاه کشیده میشم به این سمت که این آثار رو ترجمه کنم و اون لذتی که خودم میبرم از کشف جهانبینی ملیت‌های دیگه، اون لذت رو تقسیم کنم با مردم ایران. درسته، خیلی هم عالی، چون که میدونید آثار مریم به زبانهای غیر فارسی هم ترجمه شده. حتی کتابی با نام Perceived Differently هست در آمازون، شما میتونید رو تهیه کنید و میتونید داستانهای مریم رو اونجا بخونید. میخوام این سوال رو ازت بپرسم که به عنوان یک نویسنده‌ای که خارج از ایران کتابهاش به زبانهای مختلف معرفی شده، فکر میکنی که به هر حال آثار نویسنده‌های خوبی در خود ایران داریم که دلشون میخواد آثارشون به زبانهای دیگه معرفی بشه؟ فیلمنامه‌نویس‌های خوبی داریم که دوست دارن با دنیای هالیوود ارتباط برقرار کنن. فکر می‌کنی به چه نکاتی باید توجه کنن که بتونن این پل ارتباطی فرهنگی رو بسازن؟ خب یکی چند تا سوال شد، من یکی اینا رو پاسخ بدم. در مورد Perceived Differently اشاره میکنم که فقط داستانای من نیست، از نویسنده های دیگه ایرانی هم هستن که همونطور که گفتی رو سایت آمازون هست. من خب بجز داستان ها بعضی از مصاحبه هم به فرانسه هم وجود داره. اونایی که علاقه‌مند هستن به مثلا ژاک پروره، متخصصین این قضیه، میتونن کارای من رو و مصاحبه‌های من رو توی اینترنت سرچ کنن و بخونن. ولی میخوام یه نکته رو اشاره بکنم در کنار اینکه گفتی چطور دیگران میتونن استعدادهایی که در ایران وجود داره. ببین، اولین نکته و اولین و مهمترین موضوع زبانه. من اگر زبان فرانسه بلد نبودم نمیتونستم این کانکشن رو برقرار کنم و بتونم با مخاطب فرانسه زبانم صحبت کنم، سوالاشو جواب بدم. پس اولین و مهمترین دونستن زبانه. و دومین موضوع که پا به پای این مطلب اهمیت داره اینه که صداقت داشته باشی و شهامت داشته باشی برای اینکه اون صداقت رو برای اینکه اون داستان و اون موضوع و اون اثری رو که میخوای ارائه بدی با دلیری و با صداقت مطلبت رو مطرح کنی. و خیلی موارد، ببخشید اینم بگم بعد حتما خواهش می‌کنم. مثلا یه نمونه که میتونم مثال بیارم، من وقتی کار سلمان رشدی رو میخوندم، بچه‌های نیمه شب،
میدیدم خب فقط سلمان رشدی به موضوع تحولات و رویدادهای سیاسی در کشورش اشاره نکرده. تو این کتاب انواع غذاهای هندی رو میتونی باهاش آشنا بشی، خیال بافیاشون، جادوگریاشون، خوابهاشون و بنابراین تصور میکنم برای اینکه ماها بتونیم وارد این دنیای پر از رقابت و پرچالش ادبیات بشیم در عرصه جهانی، به جز زبان دونستن اینم هست که بتونیم خودمون رو معرفی کنیم. درسته. اون لحظه که داشتی صحبت از صداقت میکردی که من میخواستم یه مطلبی رو بگم، اگر با کارهای خانم رئیس‌دانا آشنا باشید میبینید که در کتابهاش در کنار نقد مشکلات و معضلات اجتماعی سیاسی مسائل جامعه خیلی صادقانه بدون تکلف و دور از استعاره و رمز پردازی حرفش رو داره میزنه. و الان این نکته رو که گفتی، یعنی اگر که آدم انقدر صادق باشه و بخواد اون چیزی رو که فکر میکنه و بیشتر از همه حس میکنه روی کاغذ بیاره، شاید بی‌دلیل نباشه که خب به زبانهای دیگه هم کارهاش ترجمه شده، چون مخاطب جهانی دنبال همین لحظه‌ای هست که احساس کنه تو بدون هیچ واسطه‌ای، بدون هیچ حجابی داری باهاش صحبت میکنی. درست میگی. من سعی میکنم وقتی مینویسم به جز این که دارم یک مشکل و درد اجتماعی رو که خودم هم ازش درد کشیدم، نه اینکه مستقیما تو اون پرابلم و مشکل بودم، بلکه به عنوان یک فرد انسانی، به عنوان یک فرد ایرانی وقتی دردناکی مسائل جهان رو میبینم، از جمله غزه، از جمله داعش، سعی میکنم اینا رو در شکل داستانی مطرح بکنم. البته راستش رو بگم بهتون، بعضی وقتا صداقت داشتن خیلی سخته، خیلی سخته، به ویژه این که بخوای بدون سانسور بنویسی. من خیلی سعی میکنم، بعضی وقتا موفقم بله نشون داد، بعضی وقتا هم نیستم، برای اینکه میدونید اون خودسانسوری من هنوز به من این اجازه رو نمیده که هر اون چرا که درک میکنم بنویسم. بله کاملا فکر میکنم همه ما با این خودسانسوری آشنا هستیم، چرا که بخشی از فرهنگ ماست. اصلا در ایران وقتی که ما تجربه زندگی رو میگذرونیم با این فرهنگ بزرگ میشیم و این خودش یه بخشی از مسئله هنرمند هست که همیشه این پرده ها رو کنار بزنه. دوست عزیز من منیرو روانیپور، نویسنده خوب کشورمون، یه نکته خوبی رو چند وقت پیش در یکی از مصاحبه هاش گفت و من دوست دارم اینو تکرار کنم. گفت وقتی ما از ایران پا میشیم میایم مملکت دیگه ای، خب 2-3 تا چمدون لباس و اساس و اینا داریم، اینا رو میدونیم چی هستن، ور میداریم میذاریم این ور اون ور، اما 1000 تا نقل به مضمون میکنم یا شاید 10 تا چمدون و ساک و خردریز داریم، اینا پنهانن، اینا توی ما هستن، اینا کشف نشدن، خودمونم گاهی وقتا نمیدونیم چی هستن. مشکل اینجاست، این یکی‌ها رو باید ریخت بیرون و باهاش با شهامت باهاشون مواجه شد. قبل از هر کسی خود آدم. خلاص هر کسی خود آدم، شکی بر اون نیست. و در نهایت خب میدونیم مریم جان شما نویسنده هستی، ترجمه میکنی، تألیف میکنی و محقق هستی. در طی این 8 سالی که خارج از ایران بودی صدها کار رو به شکل مقاله منتشر کردی. فکر میکنی که کدوم زمینه هست که بتونه جوهر تو رو به عنوان یک هنرمند، ریشه مریم رئیس‌دانا رو تعریف بکنه؟ خب همه اینا بله. من وقتی که بتونم پشت کامپیوترم بشینم و بنویسم، حرف دل خودم رو میزنم، مینویسم، شعر مینویسم یا داستان مینویسم. اما تو این 8 سالی که اومدم بیرون، به خصوص سالهای اول، یه اصطلاحی توی شطرنج هست میگن آچمز، یعنی اصلا هیچ حرکتی تو قفلی، بلاکی. من تو اون دوره هیچ کاری نمیتونستم بکنم، برای اینکه این تضاد فرهنگی، تضاد جغرافیایی، حتی تضاد آب و هوایی باعث شده بود که من نتونم دست به قلم یا دست به کیبورد برم و بنویسم. تو اون دوره فکر کردم خب نمیتونم ساکت بشینم، نمیتونم فعال نباشم. بنابراین شروع کردم به گفتگو کردن، پرسش های خودم رو، در واقع اون چیزهایی که در طول شبانه روز و 4 سال اول به خصوص
من رو خیلی درگیر خودم کرده بود. فکر کردم خب بهترین کار اینه که گفتگو کنم با هنرمندا، نویسنده ها، فعالین حقوق بشر، ایران دوستان و به این ترتیب این خلأ کار نکردن رو در واقع با گفتگوها و نقد نوشتن پر کنم. بسیار عالی. و خب همیشه مقتضای زمان و همینطور که مریم عزیز هم اشاره کرد، شرایط اجتماعی، موقعیت‌های مختلف ایجاب میکنه که ما همچنان بخوایم این کار خلاقه رو به عنوان یه هنرمند انجام بدیم، ولی این فرم‌های مختلف هنری هست که به هر حال تجربه هامون رو در قالب اون بیان میکنیم، ولی اصل وجود یک هنرمند همیشه در آثار مختلفش قابل ردیابی و شناسایی هست. مریم جان خیلی سپاسگزاریم از حضورت. از همینجا میخوایم به بیننده‌های عزیز قول بدیم که در برنامه دیگه‌ای با مریم رئیس‌دانا همراه هستیم و با صدای خودش میخوایم نمونه‌ای از کارهاش رو بشنویم. چیزی خوشتر از این؟ با کمال میل. خیلی خیلی خوشحال میشم که ارتباط بیشتر و مستقیمتری با مردم داشته باشم و بتونم کارامو براشون بخونم. سپاسگزارم. شما عزیزان رو دعوت میکنیم به دیدن بخش‌های بعدی برنامه.